فکر میکنم 10-12 سالتون بوده. من بله 10 سالم بود. 10 سالتون بوده. 10 سالم. خب گزارش رو ببینیم آقای قلایی، دوست دارید گزارش رو ببینیم؟ گزارشی که فکر میکنم سال 63 بوده، جوری که دوستان گفتن سال 63 بله گرفته شده و آقای قلایی صحبت کردن در بمباران شهر خرم‌آباد. دوست داریم گزارش رو ببینیم، بعد میگردیم باز هم با شما خواهیم بود. من رضا قلایی از خرم‌آباد، کلاس 4 دبستان. ما موقعی که هواپیماهای مزدور وسیع عراقی آمدن به شهر خرم‌آباد حمله کردن، ما در خانه بودیم. دفعه اول که آمد ما خواب بودیم و ما بیدار شدیم. ما داشتیم با یکدیگر صحبت می‌کردیم که دفعه دوم آمد و 3 موشک پرتاب کرد و بسیاری از جانبازان خرم‌آباد شهید شدند و بسیاری دیگر زخمی. و صدام با این کارهایش که می‌کند خیال می‌کند ما که از آن می‌ترسیم و به آن تسلیم می‌شویم، ولی کور خواندد که ما هیچ وقت با صدام دست نداریم و اگر صدام بگه صلح کنید جواب صلح جگبار است، چون اون در مدت این 40 ماه هزاران تن از برادران رزمنده و مادرهایی که حامله بودند و بچه‌هایی که در شکم آنها بیرون آمده بودند که مزدوران وحشی برادران ما را اسیر می‌کنند و آنها را از بس شکنجه می‌دهند که در زیر شکنجه به شهادت می‌رسند. صدام و صدامیان، بدانید کور خوانده اید که ما هیچ وقت به شما پیوند نمی‌دهیم. ما از این موشک‌هایی که میندازه نمیترسیم و هرچی هم که میتونه از آمریکا و شوروی بگیره. ما سلاحمون بله گزارش دیدیم خیلی جالبی، انشایی آقای قلایی خیلی جالب، مثل انشایی که اون زمان می نوشتیم و با شور و حرارت خیلی زیادی سر کلاس می‌هنیم. توضیح می‌فرمایید راجع به عروضیا؟ والا ما تقریبا حدودا سال 63 همون زمانی که من مجبور شدم، زمانی بود که صدام دیگه دست زده بود به موشکبارون شهرها که خرم‌آباد هم جز اون شهرهایی بود که شامل حال این جریان شده بود. من تقریبا 2 روز قبل از این فیلم برداری مسابقه خود جناب آقای امرایی گزارشگر بودن، بله ایشون گزارشگر بودن و لطف کردن این مسابقه رو با بنده انجام دادن. تقریبا 48 ساعت بعد از اون موشکبارون سال 63. کجاست این محل مصاحبه؟ این منطقه‌ای که اصابت کرد موشک منطقه 2 برادره در 17 شهریور خرم‌آباده. بله محلی که صحبت می‌کردید با گزارشگر برنامه کجا بود؟ بیمارستان. این زمانی بود که من بعد از 48 ساعت که از بیمارستان ترخیص شده بودم، محوطه بیمارستان اشایر بود تو خرم‌آباد. بله بسیار عالی. خواهش میکنم. خب متشکریم. صحبت پایانی شما رو میشنویم. من جا داره که اینجا از همشهری‌ها و هموطنی‌های عزیزم تشکر بکنم و ضمناً هفته بسیج رو به تمامی مردم ایران و کل بسیجا تبریک عرض کنم. متشکریم، ممنون و سپاسگزاریم به خاطر حضورتون در برنامه امشب به فصل 3. موفق باشید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز با ادامه برنامه با ما باشید.